برگه یه نگاه بندازین، شاید در ظاهر فقط یه سند اداری ساده به نظر بیاد، درسته؟ اما تو دنیای مهندسی ایران یه امضای ساده پای این برگه میتونه وزنی به سنگینی یه ساختمون کامل داشته باشه. امروز میخوایم دقیقاً در مورد همین صحبت کنیم، یعنی گواهی استحکام بنا. سندی که میتونه مسئولیت‌های حقوقی، مالی و حتی کیفری خیلی سنگینی رو مستقیما بندازه گردن یک نفر، مهندس. این فقط یه سوال تئوری نیست، سوالیه که نظام حقوقی ما سالهاست باش درگیره و خب پیامدهای خیلی واقعی برای زندگی و مال مردم داره. توی شهرهای ما که پر از ساختمان‌های قدیمیه، اگه خدایی نکرده یه اتفاقی بیفته، مسئولیت با کیه؟ مالک، شهرداری یا مهندسی که استحکام اون ساختمون رو فقط با یه امضا تایید کرده؟ خب برای اینکه بفهمیم این گواهی اصلا از کجا پیدا شد، باید یکم برگردیم عقب. باید ببینیم این بار سنگین مسئولیت چطوری در طول زمان از روی دوش یه نهاد دولتی منتقل شد به یه شخص حقیقی. این تایملاین خیلی جالبه چون یه تغییر تدریجی ولی خیلی اساسی رو به ما نشون میده. ببینید، قدیما اگه ساختمونی مشکل پیدا می‌کرد، انگشت اتهام مستقیم رفت سمت شهرداری. اما قوانین جدید، مخصوصاً تو دهه 70، یه جوری مکانیزم درست کردن که این ریسک بزرگ رو جابجا کنن. یهو دیدیم یه متخصص به تنهایی باری رو به دوش میکشه که یه زمانی روی دوش یه نهاد دولتی کامل بود. و ابزار اصلی این جابجایی چی بود؟ دقیقاً همین گواهی. و اینجاست که سند اصلی داستان ما وارد صحنه میشه. یه برگ کاغذ که قرار بود مثلا راه حلی برای یه مشکل خیلی بزرگ باشه. نکته حیاتی در مورد این سند اینه که امضای پاشو فقط یه تایید ساده نیست، بلکه یه جور تضمین حقوقیه. یعنی وقتی یه مهندس اینو امضا میکنه، در واقع داره میگه که من شخصاً ضمانت میکنم این ساختمون از نظر پایداری با تمام مقررات ملی ساختمون مطابقه. خیلی حرفه. فکر نکنید این گواهی فقط برای موارد خاص و استثنائیه. نه اصلاً، تو خیلی از موقعیت‌های روزمره بهش نیاز پیدا میشه. مثلا از گرفتن مجوز یه مغازه کوچیک توی یه ساختمون قدیمی بگیر تا وقتی که میخوای یه طبقه به خونت اضافه کنی، مالکین به این سند احتیاج دارن. و این یعنی چی؟ یعنی تقاضا برای این امضای فوق‌العاده پر ریسک همیشه تو بازار هست. مشکل وقتی پیچیده تر میشه که میبینیم اصلا یه فرم واحد و استاندارد ملی هم وجود نداره. این یه نمونه از دماونده، اون یکی از تبریز. هر شهرداری برای خودش میتونه یه فرم، یه سری تعهدات خاص تعریف کنه. خب این کار رو برای مهندسایی که تو شهرهای مختلف کار میکنن خیلی خیلی پرخطرتر میکنه. خب حالا بیایید دقیق تر ببینیم این امضا دقیقاً چه باری رو روی دوش مهندس میذاره. این فقط یه مسئولیت حرفه‌ای ساده نیست، خیلی فراتر از این حرفاست. فقط تصور کنید یه اشتباه، فقط یه امضا میتونه نه تنها باعث بشه پروانه کارتون تعلیق بشه، بلکه میتونه از نظر مالی شما رو ورشکست کنه و حتی اگه خدایی نکرده یه حادثه جانی اتفاق بیفته شما رو راهی زندان کنه. این سه تا وجه مسئولیت ریسک این کار رو به شکل وحشتناکی بالا میبره. اولین نوع قصوری که قانون بهش اشاره میکنه بی‌احتیاطی هست. این یعنی خطای ناشی از انجام دادن یک کار اشتباه. مثلا مهندسی که بدون اینکه پاشو تو ساختمون بذاره فقط از روی اعتماد یا راحت طلبی برگه رو امضا میکنه، یعنی کاری رو انجام داده که اصلا نباید انجام میداد. حالا بریم سراغ بی‌مبالاتی. این دقیقاً برعکس خطای ناشی از انجام ندادن یه وظیفه. فرض کنین یه مهندس تو دفترش نشسته، بهش زنگ میزنن میگن فلان ساختمون ترک برداشته، ولی اون بی‌توجهی میکنه و اون بازدید حیاتی رو که میتونست جلوی یه فاجعه رو بگیره انجام نمیده. این قصور در عمل نکردنه. و بعد میرسیم به عدم مهارت. فکر کنید از یه مهندس برق خیلی کاربلد بخوان که استحکام سازه‌ای برج رو تایید کنه. اون شاید تو رشته خودش یه نابغه باشه، ولی اینجا داره کاملا خارج از تخصصش عمل میکنه. امضای اون نه تنها هیچ ارزشی نداره، بلکه به شکل خطرناکی غیر مسئولانه است. این جمله واقعا تکان دهنده است و از یکی از منابع ما اومده. عمق یه فاجعه رو نشون میده. وجود یه بازار سیاه برای این امضاها. تو این بازار یه سری دلال فقط دنبال یه مهندس دارای پروانه میگردن که امضا کنه بدون هیچ بررسی فنی. در واقع دارن جان آدم‌ها رو با پول معامله میکنن. خب این حرفا تو دنیای واقعی چه شکلی پیدا میکنه؟ بیایید یه نگاه به یه پرونده واقعی بندازیم تا ببینیم ریسک این ماجرا چقدر جدیه و سیستم نظارتی چطوری باهاش برخورد میکنه.
این یه سند تئوری نیست، یه رأی واقعیه که از شورای انتظامی نظام مهندسی صادر شده. این پرونده بهمون نشون میده که عواقب اینجور تخلفات کاملا جدی و ملموسه. حالا تخلفات این مهندس دقیقاً چی بوده؟ اولاً برای مرکز آموزشی که کاربری خیلی حساسی داره گواهی استحکام صادر کرده، اونم بدون اینکه اصلا پرونده‌ای توی سیستم نظام مهندسی ثبت شده باشه. یعنی چی؟ یعنی کل فرایند قانونی و نظارتی رو دور زده بوده. من نتیجه 3 ماه تعلیق پروانه کار. شاید 3 ماه به نظر کم بیاد، اما برای یه متخصصی که از این راه نون میخوره این یه ضربه بزرگ حرفه‌ای و مالیه و نشون میده که سیستم نظارتی با همه نقص‌هاش حداقل در برابر این تخلفات بی‌تفاوت نیست. این پرونده ما رو به یه نکته خیلی مهم میرسونه، یه شکاف عمیق بین چیزی که این سیستم روی کاغذ طراحی شده تا باشه و چیزی که متاسفانه در عمل اتفاق میفته. این 2 تا ستون 2 تا دنیای کاملا متفاوت رو نشون میدن. یه طرف اون رویه ایدئال و حرفه‌ایه، بازدید دقیق، بررسی نقشه‌ها، ارزیابی کامل. اون طرف دیگه واقعیتیه که متاسفانه زیاد گزارش میشه. امضاهای بدون بازدید، مهندسی که اصلا نقشه‌های اصلی رو ندیده و نقش‌آفرینی دلالایی که ایمنی رو فدای سرعت و پول میکنن. در نهایت به اینجا میرسیم. سیستمی که با هدف خیلی بزرگ و مهم حفاظت از جان مردم به وجود اومد، در عمل بیشتر تبدیل شده به یه مکانیزم که کل بار حقوقی یه ساختمون قدیمی رو از روی شونه‌های یه نهاد عمومی برمی‌داره و میذاره روی شونه‌های یه نفر. و در پایان این سوال اساسی باقی میمونه: آیا این برگه‌های امضا شده واقعاً به معنی ساختمان‌های محکم‌تر و امن‌تره یا فقط یه راه حل حقوقیه برای اینکه یه مشکل عمیق فنی و ایمنی رو یه جوری ماسمالی کنیم؟ این سوالیه که هم متخصصا و هم ما به عنوان شهروند باید بهش فکر کنیم.